به ویدیو جدید کانال بنده یعنی مانیواس. همونطور که از تامنیل ویدیو میبینید من چنگیز چیریکو بالاخره خریدم. بالاخره چون ترکیبی که میخوام بردارم یکم مثلا ضعیفه، من شرایط رو حذف کنم تعریف نداشته باشه. اونم سوال هست غیر منطقیه من داشته باشم توی سطح هفت. مطمئنم اول چنگیز داریم. من حالا از چند تا دوستان پرسیدم میگفتن که ترکیب چنگیز و مهناز و قربان پولی برای منطقه 7 و منطقه 8 خیلی خوبه. الان من برداشتم این ترکیب، حالا فقط جاشون یکم جابجا شده که اون مهم نیست. خب حرف نزنیم زیاد، بریم بازی رو شروع کنیم. یه دونه با چنگیز اژدرش رو بزنه. خب اونم داره با اژدرش مهناز منو میزنه. خب یه دونه یا دو تا خطا هم داد. مهنازو بد داره دمیج میده. خب مهنازو بد داره. 3 تا آمپول زدن به 3 تا یارش. خب که حالا فینیش هم اینجا. به به چه دمیج. خب اجدرش که مرد. خب ولی اگه دست نمیزنه آره مقصر خودم بودم، اصلا نمیخوام بقیه رو مقصر بدونم. خب 35 یه دونه یه دفاعی حالا به محض اطمینان بزنید. بعد نکته مهمی که این ترکیب داره اینه که وقتی شما قبادو برمیدارید دست اول آمپولاشو نزنید. دست اول آمپولاشو اگه بزنید چیز میشه، مثلا دیگه همینطور تو نوبت‌های بعدی دوز آمپولش میاد پایین. الان من میخوام اینجا آمپول، چون نوبت بعدی میتونم فینیشرمو بزنم الان، یعنی یه نوبت قبل از فینیشر زدنتون باید آمپول قبادو بزنید. خب این از این و این هم از این. چه ترکیبی بود بچه‌ها، چه ترکیبی بود. ترکیب عالیه. فقط نکته که گفتم حتما تو این ترکیب باید رعایت کنه.